سلام دوستای عزیز، سارا هستم و بسیار خوشحال هستم که دوباره با یک ویدیوی جدید در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوار هستم که این ویدیو براتون جالب باشه و شما تا آخر ویدیو با ما باشین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبای محلی افغانی ماست که مطلعش است از زیر چادرت نگاه با ما میکنی. دوستای عزیز، ما در شروع ویدیو از تمام شما عزیزان سپاسگزاری میکنم که ویدیوها را شما لایک میکنین، شیر میکنین و میبینین و این کانال را در مجموع سپورت میکنین و دوستای بسیار نازنین ما که ممبرشپ خریدن از این کانال، ما از اینا یک جهان سپاسگزاری میکنم به خاطر احساس از اینا، به خاطر از اینکه اینا کوشش میکنن که مادی کانال را سپورت کنن تا که این کانال پایدار باقی بمانه. درس‌های آنلاین ما روزهای یک شنبه ساعت 4 تا 5 دیگر به وقت اروپای غربی است که شما میتونین از این درس‌ها استفاده کنین. ما در درس‌های خود بسیار زیاد کوشش میکنیم که شما به مانند اندازه کافی از وقت استفاده بکنین و یک چیز یاد بگیرین و به استایل خودتان آموزش ببینین. اگر شما بخواید در درس‌های آنلاین ما اشتراک بکنین، لینکی که به زیر ویدیو از شما بالا از او کلیک کنین و به بسیار آسانی میتونین که عضو ممبرشپ ما شوین. دوستای عزیز، میریم و آهنگ شروع میکنیم. ما در ویدیوی گذشته سر آهنگ بسیار زیبای تیمورشاه سدوزی کار کردیم، آهنگ شدم عمریست و ناکام محبت. دوستای عزیز، امی آهنگ با او آهنگ بسیار زیاد شباهت دارن و در عین اسکیل هستن، یعنی فریجین اسکیل یا امو راگ نوتای راگ بهروی و ریتمش هم عین چیز است گده است و تقریبا نوتایش هم عین چیز است که استفاده شده. در این آهنگ همچنان اردوی ری استفاده شده دوستای عزیز، مثل آهنگ قبلی. میریم و یک جای دوستای عزیز کار میکنیم و میخوایم ایده شما به بسیار دقت ببینین و آهنگ که یاد گرفتین باز این آهنگ ببینین که چی تفاوتش است، چطور میتونه یک آهنگ با عین نوت ها تقریبا با عین اسکیل و با عین ریتم چطور میتونه که داشت تغییر به این چیزایی است که ما را میتونه رشد بده، امو حس موسیقیایی ما را رشد بده که در این قسمت امیدوار هستم که شما متوجه باشین و سر خود کار کنین. دوستای عزیز، من او آهنگام از امی اف خونده بودم، از امو خاطر من این آهنگام چون از اف میخوانم برای که من میخوایم که شما تفاوتش متوجه باشین، کنفیوز نشین، به بسیار آسانی بتونین که آهنگا را درک بکنین و مقایسه بکنین و متوجه شوین با تفاوتشان و چیزایی که شباهت دارن، یعنی وجه مشترک آهنگا و تفاوت آهنگا را ما میخوایم که شما به شکل آسان تر بفهمین. از او خاطر ما از یک اسکیل شروع کردیم. فریجین اسکیل یا نوتای راگ بهروی اگر ما از اف بخوانیم چی است؟ ساری گاما پا دانی سا سانی دا پا ما گره
چادرت. آهنگ از مشروع میشه دوستای عزیز. سری گما. از زیر چادرت نگاه به ما میکنی، بردی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی. شما دیدین دوستای عزیز که این ریام استفاده شد. از زیر چادرت نگاه به ما میکنی، بردی دل و جان ما، چه جلوه ها. اینجا شما ببینین که دیگه ریش شد استفاده کردیم. چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی. انتری آهنگ هم همچنان از امی اف ماینر کورد شروع میشه، یعنی آستاییش هم از امی کورد بود و انتریش هم آستایی از مش شروع میشد، انتره از گش شروع میشه. ستاره سر زد و بیدار بودم، کنار رخنه دیوار بودم، خروس نامراد بانگ سحر داد، هنوز هم منتظر یار بودم. خروس نامراد بانگ سحر داد، هنوز هم منتظر ستاره سر زد و بیدار بودم، کنار رخنه دیوار بودم، خروس نامراد بانگ سحر داد، هنوز هم منتظر یار بودم. از زیر چادرت نگاه به ما میکنی، بردی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی. دوستای عزیز، ریتمی که در آهنگ استفاده شده همچنان 4/4 تایم سیگنیچر است. میره در گده تمرین میکنیم. از زیر چادرت، از زیر چادرت نگاه به ما میکنی، بردی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی. نگاه به ما میکنی، بردی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی. ستاره سر زد و بیدار بودم، کنار رخنه دیوار
هنوز